الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که سن سال من تقریبا از 50 گذشته است و اما من زمانی که زنم را نکاح کردم بیولی نکاح کرده بودم. آیا همین نکاح صحیح است یا که باید از نو نکاح کرده شود و حکم این مسئله رو بیان نمایید؟ برادر عزیزم بارک الله فیکم، اولا این است که در حقیقت نکاح بیولی نکاح نیست و درست نیست، خیلی که در حدیث صحیح آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن لا نکاح الا بولی، نکاح نیست بجز با ولی، که در سنن و مسند این حدیث رواج شده است و حدیث های دیگر وجود دارد. پس این دلالت میکند که وقتی که یک مرد میخواهد که زن بگیرد باید اول به ولی همون دختر صحبت بکند و از ولی همون دختر اجازت بگیرد و نکاحش موافق ولی دختر، پدر دختر، اگر پدر نداشته باشد بابا یا که برادر یا که عمک دختر گذرد. پس این بود ولی. اما مسئله اینجاست که کسی نکاح کرد و زندگی دارد با زنش در حالتی که بی ولی نکاح کرده بود. حکم این نکاح چیست؟ آیا این نکاح باطل است؟ آیا گشته نکاح کند؟ آیا همه قدر زمان گناهگار بود؟ البته نه. علما میگند به نکاح، یعنی البته بی ولی نکاح کردن این درست نیست به کسی که دیده و دانسته همین عمل رو انجام میدهد. یک انسان میداند که به ولی نکاح کردن این درست نیست، این مخالف سنت است، مخالف سنت قولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و این چنین مخالف تمام فعل انسان های مسلمان. بعد از این که این فهمیده شد، بعد از این که حدیث را فهمید، اما رفت باز قصدن به ولی نکاح کرد، البته نکاح این نکاح نیست. اما کسی که نفهمید، ندونست، این حدیث ها به وی نرسیده بود، مسئله نکاح نرسیده بود و به ولی نکاح کرد، البته نکاحش نکاح است، نکاحش نکاح است، باکی ندارد. و علما میگویند که هر کسی که به ولی نکاح کرد، البته ما نمیتوانیم که نکاح اینها را رویم و جدا بکنیم و باطل بگوییم و بین اینها تفرقه و جدایی اندازیم، بلکه نکاح اینها نکاح است با گناه است، نکاح اینها نکاح است با گناه است. بارک الله فیکم. پس این بود مختصری قول در این مسئله.